ما میریزیم روی این فرش ببینیم که چی میشه رنگش. آزمایش رنگ به نوعی. حالا به حال لوله تو خونه میتره که بله امکان داره لوله آب داغ بتره که و فرشتون رنگش قاطی کنه و تمام نقشه فرش خراب بشه. ببین الان ببین بزنم قشنگ رنگی ببین خیس نشورش. ببین برو عقب ببین بگیر رنگو میبینی؟ ببین هر فرشی امکان داره تو خونه آب جوش اگه یعنی آب لوله آب داغتون بترکه همچین آره همچین بلای سرش بیاد. بعضی از فرش‌ها هستن خب رنگ نمیدن ولی خب وقتی آب جوش باشه ببین دیگه چی میشه نگاه کن. اونجور موقع باید چیکار کنم؟ یکی بعد آب فرشتون رو سریع بگیرین در اولین فرصت به یه قالیشویی متخصص فرش دستباف بدین تا فرشتون رو درست کنه.